سلام كمسك الختام. هرگاه فرزند آدم وادی از طلا داشته باشد، دوست می دارد که دو وادی داشته باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی نبینا و علی آله و اصحابه اجمعین. دوستان عزیز، موضوع توبه رو دوام داده حدیث امروزه رو می خوانیم. از عبدالله ابن عباس و انس ابن مالک خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه فرزند آدم وادی از طلا داشته باشد، دوست می دارد که دو وادی داشته باشد و دهان فرزند آدم را جز خاک چیز دیگری هرگز پر کردن نمی تواند و خداوند می پذیرد توبه هر کسی را که توبه کند. روایت بخاری و مسلم. دوستان عزیز، در اول حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر می دهند که انسان مال و متاع دنیا را خیلی دوست می دارد و همیشه در پی جمع کردن آن است. اگر شخص 10 تا گوسفند داشته باشد می خواهد که 20 تا شود. اگر شخص 1 رمه گوسفند داشته باشد می خواهد که 2 رمه شود. اینچنین اگر شخص 100,000 داشته باشد می خواهد که 200,000 شود. اگر شخص میلیون داشته باشد می خواهد که 2 میلیون شود. یعنی که هیچ کس گفته نمی تواند که نه این نادرست است، بله هر کس این را می داند به نفسش که هر کس می خواهد که مالش زیاد شود. و این سبب پیامبر گفتند که اگر مالش چنین باشد به مانند وادی طلا، 1 وادی طلا شما تصور کنید، باز دویم وادی را می خواهد، باز سیوم وادی را می خواهد، چهارم، پنجم. یعنی نفس انسان هیچ وقت از جمع کردن مال دنیا سیر نمی شود. و در دوام حدیث چه گفتند؟ و دهان فرزند آدم را جز خاک چیزی دیگر هرگز پر نمی کند. یعنی نفس انسان را تنها خاک، یعنی تنها خاک قبر که وقتی آن را دفن می کنند انسان را باز می دارد از این خواهش نفسانیش، از این جمع کردن مال. و در آخر گفتند که خداوند می پذیرد توبه هر کسی را که توبه کند. هر کسی را که به گناهش اقرار شده توبه کرده، شرطهای توبه را بجا آورد. در درس‌های پیش ما گفتیم شرطهای توبه این: اول ترک گناه کردن، دوم پشیمان شدن، سوم دوباره باز نگشتن بر این گناه. اگر این شرطها اجرا شوند انشاءالله خداوند گناه این بنده را می بخشد. خداوند داناتر از به این گفته پیامبر چه علاقه دارد جمع کردن مال و توبه کردن. ممکن این باشد که وقتی انسان در پی جمع کردن مال شد و نمازهای خود را ترک کرد و دیگر گناه ها صادر کرد و بعد از آن که اقرار کرد به گناهش و توبه کرد و خداوند گناه این توبه کننده را می بخشد. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.